کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی و بنیانگذار معنا درمانیه. اون این کتاب رو پس از 3 سال اسارت در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها نوشت، جایی که خودش، خانواده‌اش و هزاران انسان دیگر گرفتار شرایطی غیر انسانی بودن. این کتاب صرفاً داستان رنج نیست، داستان زنده موندن با امید و معناست. بخش اول، زندگی در اردوگاه، جایی که انسان دوباره تعریف می شود. فرانکل میگه تو اردوگاه انسان‌ها همه چیزو از دست میدادن، نامشونو، لباسشونو، خانوادهشونو، اما چیزی بود که اگه نگهش میداشتن هنوز انسان باقی میموندن. آزادی درونی. اون توضیح میده که حتی در محیطی که همه چیز از تو گرفته میشه هنوز یه آزادی داری، اینکه چطور با رنجت برخورد کنی. فرانکل صحنه‌هایی از زندگی در اردوگاه را روایت میکنه. کارهای طاقت فرسا، گرسنگی، سرما، تحقیر و مرگ هم اردوگاهی ها. اما در میان این تاریکی ها چیزهای عجیبی میدید. بعضیا تکه نان خودشو با بقیه تقسیم میکرد. بعضیا هم با یاد عزیزانشون زنده میموندن. بعضیا برای آینده امید کوچکی نگه می‌داشتن. اون میگه کسی که چرایی زندگی رو پیدا کنه با هر چگونگی کنار میاد. بخش دوم، معنا درمانی. چرا معنا از نان مهمتر است؟ فرانکل پس از آزاد شدن متوجه شد چیزی که اونو زنده نگه می‌داشت فقط شانس نبود، بلکه داشتن معنا بود. اون 3 راه رو پیدا کرد که معنا رو تعریف کنه. 1. معنا در کار یا آفرینش. یعنی کاری باشه که باید انجام بدی، اثری که باید خلق کنی، مسئولیتی که تنها تو میتونی انجامش بدی. 2. معنا در عشق. عشق برای فرانکل فقط یه احساس نیست، نوعی دیدن ارزش‌های یک نفر دیگه است. اون میگه که حتی یاد همسرش در بدترین لحظات اونو زنده نگه می‌داشت. 3. معنا در رنج. گاهی شرایط رو نمیتونیم تغییر بدیم، اما میتونیم تصمیم بگیریم چطور با رنج روبرو بشیم. فرانکل این رو آخرین آزادی انسان مینامه. بخش سوم، پیام اصلی کتاب. معنا چیزی نیست که پیدا بشه، چیزی که میسازیم. هیچ کس نمیتونه به تو بگه معنای زندگی چیه. خودت باید اونو در عمل و انتخابات خلق کنی. اون میگه زندگی همیشه از ما سوال میپرسه و ما با عملمون جوابشو میدیم. فرانکل تأکید میکنه انسان نیاز داره احساس کنه وجودش مهمه و کاری که انجام میده تنها از اون برمیاد. نتیجه گیری. کتاب انسان در جستجوی معنا کتابی درباره امید نیست، کتابی درباره مسئولیته. میگه اگه رنجی داری معنای اونو پیدا کن. اگه تو تاریکی هستی چراغی بساز. اگه راهی نداری یک دلیل پیدا کن. در نهایت فرانکل پس از تجربه اردوگاه میگه زندگی از ما میخواد مسئولانه پاسخ بدیم، حتی اگه تنها چیزی که باقی مونده تنها تحمل رنجمون باشه. اگه از این کتاب خوشتون اومد حتما منو لایک و سابسکرایب بکنین. حتما نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین و اگه کتابی رو میخواستین من معرفی کنم حتما برام بنویسین. تا معرفی یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.